دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. نمیدونم صدا و تصویر من رو دارید یا نه و اگر دارید با چه کیفیتی دارید. حالا تا قبل از اینکه بقیه دوستان هم به لایو اضافه بشن، من یک مقدمه ای رو بگم که جا داره که یک سلامی داشته باشیم به شهردار و اعضای شورای شهر رشت و این مدیریت بحرانی که کردن. اینجور خبر داد که توی منزل و توی محل در منطقه باهنر رشت حدود 30 سانتی متر آب توی حیاط و کوچه ها داشتیم و نتونستیم برسیم دفتر. علی رهبرم اتفاقا میخواست بیاد، قرار بود که در کنار هم این بازی رو براتون پخش کنیم، ولی اینجور خبر داد که من مجبور شدم همونجور که میبینید خونه بمونم و از خونه بازی رو براتون پخش کنم. به هر حال گفتم که سلام گرم خودم رو خدمت شهردار و اعضای محترم شورای شهر برسونم. خسته نباشید واقعا. You have one job. دوستان اگر تایید کنن که صدا و تصویر من اوکی هست، که به نظر میاد اوکی هست، من یک دور ترکیب رو هم خدمتون بخونم و بعد کم کم دیگه برسیم به پخش خود بازی. حتی بازی های امروز هم حتما بررسی میکنیم. خب این ترکیب امروز ماست. سعید ابراهیمپور، آرمان لطف خدا، مجتبی بیژن، سعید دلاور، پژمان نجات، بلال میرزا علی، محمد رستمی، کاپیتان ما، سجاد قلی بیگی، رضا زاهد تبار، رضا پورمهدی و امیر حسین یوسفی. 11 مرد میدان ما هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی. این بازی بسیار سختیه برای ما، همونجوری که خودتون هم میدونید، از این جهت که تیم نفت مسجد سلیمان در جایگاه 4م جدول قرار داره با 55 امتیاز و اگر بتونه چادرملوی رتبه دومی رو بگیره، خب میتونه به لیگ برتر صعود کنه. در واقع این بازی از این جهت براش مهمه که در صورتی که نفت مسجد سلیمان نتونه داماش رو ببره، اتفاقی که میفته اینه که شانسش برای صعود خیلی خیلی کمتر میشه و میشه گفتش که دیگه از کورس صعود عقب میمونه. برای ما هم این بازی از این جهت حائز اهمیته که اون پایین، خب میدونید، حالا خوشی طلایی رو اگر ازش فاکتور بگیریم، تیم شهرداری آستارا، دریای بابل، داماش گیلان و شاهین بندر آمری امتیازاشون تقریبا برابره و کسب هر 3 امتیاز یا 1 امتیاز برای هر کدوم از این تیم ها به شدت اهمیت داره. حالا من کامنت های دوستانم دارم میخونم. سینا مهری گفته به امید برد داماش. میلاد پورعلی گفته که بازی سختی هستش ولی به امید برد. بازی امروز هم من خدمتتون بگم، بازی که برای ما مهم هستن. دریای بابل توی اسلامشهر با آریا داره بازی میکنه تا دقیقه 52. متاسفانه بازیشون مساویه، بازی که ما هم چند وقت پیش با آریا داشتیم ولی اونجا با 2 گل شکست خوردیم. دریای بابل رو میبینیم که تا این لحظه مساویه. بازی دیگه که برامون حالا تا حدی مهمه چادرملوی اردکان و خوش طلاییه که اون هم مساویه توی زمین اردکانیا. دیگر بازی که برامون مهمه همزمان با ما بازی شروع میشه که اونم بازی خیبر خرم‌آباد و شهرداری آستاره. پس بازی‌های مهم امروز رو که بخوام براتون نام ببرم، یکیش که میشه همین بازی خودمون، نفت مسجد سلیمان و داماش گیلان، خیبر خرم‌آباد شهرداری آستارا، چادرملوی اردکان خوش طلایی و آریای اسلامشهر و دریای بابل. که حالا آریای اسلامشهر و دریای بابل رو اگر بخوایم فاکتور بگیریم، از این جهت که حالا آریای اسلامشهر تیم اونقدر قدرتمندی هم نیست، هرچند که ما بهش باختیم،
ولی بقیه تیم‌ها با تیم‌های خوبی بازی دارن دیگه. خیبر خرم‌آباد، شهرداری آستارا، نفت مسجد سلیمان، داماش گیلان و چادرملوی اردکان، خوش طلایی. یعنی در واقع روزیه که اه، تقریبا تمام صدرنشینا با تمام قهرنشینا بازی دارن. به نوعی میشه این بازی‌های امروز رو به این شکل تفسیرشون کرد. عذرخواهی میکنم یه نگاهی هم داشته باشم امروز، چون از خونه دارم بازی رو پخش میکنم، واقعا دست تنها هم هستم. امیدوارم که برق این لپتاپ و اینا قطع نشن. حالا این وسط پخش آرمان توی چت نوشته که ترکیب بدی هست. مهراب یا مهراب نوشته که برد مساوی داماش، بازی رو از اینجا پخش میکنه. آره حتما بازی پخش میشه. این شارژر لپتاپ رو اگر چک بکنی خیلی ممنون میشم که اصلا آیا وصل هستش یا نه. صدایی داد ولی حالا نمیدونم ایندیکیتورش کجاست. من یک طور دیگه ترکیب رو بیارم برای دوستان. یک طور دیگه ترکیب رو بخونیم. سعید ابراهیم پور، آرمان لطف خدا، مجتبی بیژن، سعید دلاور، پژمان نجات، بلال میرزا علی، کاپیتان محمد رستمی، سجاد قلی بیگی، رضا زاهد تبار، رضا پورمهدی و امیر حسین یوسفی 11 مرد میدان ما هستن به سرمربیگری علی نظر محمدی. بازی هم هنوز پخش نشده. شبکه خوزستان قراره که بازی رو پخش کنه. اگر دوست داشتید میتونید از همینجا کنار هم بازی رو ببینیم. دوست نداشتید میتونید تشریف ببرید، حالا از ستلایت هاتون یا تلویزیون یا هر جای دیگه ای میتونید شبکه خوزستان رو هم مشاهده بفرمایید. معمولا از اول فصل یک رسمی که اینجا همیشه داشتیم اینه که بازی‌ها رو سعی کردیم که هر جوری شده پخش کنیم. حالا نه فقط از این جهت که ما تنها پخش کننده هستیم، از این جهت که یک آرشیو خوبی طی سالها به وجود بیاد، ما بتونیم بعد از گذشت سالها برگردیم به گذشته و بازی هامون رو به صورت منظم یک جایی داشته باشیم و بتونیم ببینیمشون. همینطور هم که میدونید اینطوری دور همی هم با کامنت گذاشتن اینا به هر حال دیدن بازی یک مزه دیگه ای داره. همونجوری که میبینید الان خیلی از دوستان اینجا دارن کامنت میذارن و در طول بازی هم این کامنت گذاشتن ها ادامه خواهد داشت. اگر احیانا نمیتونید کامنت بذارید دلیلش اینه که احتمالاً کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردید. اگر این کارو نکردید لطف کنید کانال رو همین الان سابسکرایب کنید، یه لایک هم به زیر همین ویدیو بزنید که در آینده هم بتونید بازی لایو رو از همینجا تماشا کنید یا بتونید در آینده هم کامنت بذارید. آره آرمان جان، یاد رادیو داماش واقعا بخیر. حالا 100% برنامه‌ای که با حمید الطافی هم توی وارشتاکی گذشته داشتیم رو حتما دیدی. یادش بخیر. امیدوارم که رسانه‌های داماشی به هر حال فعالتر بشن. واقعا اینجوری نیستش که من بارها گفتم، اینجوری نیستش که این تصور وجود داشته باشه که مثلا ما توی وارش اسپورت رقابتی داریم. بازی هم مثل تصویرم از استادیوم رسید. اینم تصویر استادیوم، ببینیم صدا داره یا خدمت نه. هموطنان خوبم بله صدای استادیوم هم هست و من صحبت نمی کنم که شما صدای استادیوم رو بشنوید. از شبکه استانی سیمای مرکز خوزستان در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. با این مسابقه امیدواریم که یک بازی خوب، جذاب و دیدنی رو از دو تیم خوب فوتبال کشورمون، یکی از خطه شمال و دیگری از جنوب کشور، شاهد باشیم. سفید پوشان نفت در سمت چپ، آبی پوشان یه صحنه رو با هم ببینیم در محوطه جریمه و توپی که از دست میره برای نفت مسجد سلیمان. آبی های داماش در سمت راست گیرندهای خودتون ملاحظه کنید. امیدواریم فارغ از هر نتیجه ای یک بازی جذاب و تماشاگر پسند رو شاهد باشید. من خیلی سریع ترکیب دو تیم رو خدمتتون عرض بکنم بعد به گزارش بازی بپردازم. در تیم فوتبال میزبان مسابقه امروز سینا بختیاری نسب در دروازه قرار گرفته، احمدیانزاده، خدری، هاشمی فرد، رضایی، از را احمدی، جعفرزاده، سعیدایی و تمیمی 11 بازیکن نفت مسجد سلیمان و آقای ابراهیم اشکش در این مسابقه هستند. اما تیم فوتبال داماش گیلان امروز با سعید ابراهیم پور در چارچوب دروازه قرار گرفته. مجتبی بیژن،
سعید دلاور، سجاد قلی بیگی، محمد رستمی، رضا پورمهری، بلال میری، آرمان لطف خدا، رضا زاهد تب، نجات و امیر حسین فی هم 11 بازیکن داماش و آقای علی نظر محمدی در این مسابقه هستند. این صحنه رو با هم ببینیم. محمد رضا خضری مأمور پرتاب توپ برای نفت مسجد سلیمان گلخیز کرده. یارگیری من تو من در محوطه جریمه میفرسته مرکز محوطه جریمه. ضربه سری که یاران داماش میزنن و توپ از منطقه دور میشه. یه بار دیگه در محوطه جریمه کماکان توپ سرگردونه و به هر شکلی از توپ دور میشه. سعیداوی از راه دور میخواد شوت بزنه، اقدام شوت زدن هم میکنه که توپ بلوکه میشه و برگشت داده میشه. شروع طوفانی نفتی ها در همین ابتدای مسابقه. این بار منطقه بازی به جای که عباس عسکری حضور داره. نکته قابل توجه این مسابقه حضور بازیکن با تجربه نفتی ها عباس عسکری در از ابتدای مسابقه، بازیکنی که در این فصل از نیمینگ دوم به زمین مسابقه می اومد. قضاوت این بازی بر عهده آقای یاسر همرنگ هست. آقایان محمد عطایی، وحید سیفی و مهدی انصار نژاد او رو در امر قضاوت یاری میکنند. استقبالم خوب شده از این مسابقه در ورزشگاه شهید بنام محمدی. چرا آقای مهدوی رو هم ملاحظه میکنید، اسبق داماش و ملوان بندر انزلی که یکی از مربیان تیم داماش هست در این مسابقه. مشتبه بیژن بازیکنی که سابقه در تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان رو هم در کارنامه‌اش داره، پرتاب رو برای داماش انجام داد. اونجا با مشایعت هاشمی فر توپ از کنار دروازه نفتی ها باید آغاز بشه. جباری و کعبی دو بازیکن هستن که امروز محروم هستن و اون بر هم داریوش بخت، سیامک علیزاده و حسین ابراهیمی بازیکنان محروم تیم فوتبال داماش گیلان هستند. هوای بس 19مین روز اردیبهشت 403 در شهر مسجد سلیمان محل برگزاری این مسابقه فوتبال. عرض ادب و احترامم دارم خدمت همکاران خوبم در پخش صدا و سیمای مرکز خوب. این برام آقای ابراهیم اشکش رو در تصویر منعزه کردید. سینا بختیاری نسب در جوان نفتی ها باید کار آغاز بکنه. زدن به میانه میدان فرود میاد. ضربه سر اول رو رضایی میزنه. در مرکز خط دفاعی توپ دور میشه. یه بار دیگه در مرکز میدان احمدی زیر توپ میزنن آبی پوشان داماش گیلان. تمیمی در مرکز میدان به سمت چپ میبره. جراح در عرض حرکت میکنه. لطف خدا یه پاس عمقی عالی میره که تایپ تایپ شه با دروازه‌بان. موقعیت برای داماش. این ضربه با دروازه. گل داماش گیلان به ثمر میرسونه. داماش 1 نفت مسجد سلیمان 0. گلی که امیر حسین یوسفی به ثمر رسوند. از غفلت مدافع نفت داماش دروازه رو باز میکنه. آیه علی نظر محمدی این بازیکن شماره 98 امیر حسین یوسفی اولین گل داماش رو به ثمر میرسونه در میان بعد هواداران نفت و سکوتی که بعد از گلی که یوسفی به ثمر رسوند برای داماش ورزشگاه غرق در سکوت شد. در زمان زیاد باقی مونده. ابتدای مسابقه هست و نفتی ها نمیخوان در خونه امتیازی رو از دست بدن. اونا اگر میخوان کماکان شانس صعود به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور داشته باشن باید 3 امتیاز این مسابقه رو از آن کنن. در حالی که رقابای این تیمای خیبر، چادرملو و فجر سپاسی شیراز تیمایی هستن که نتایج لازم رو کسب میکنن در مسابقات خودشون. امروز هم نتایج بازی‌های همزمان رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد که بازی تیم‌های فجر، چادرملو و خیبر که بسیار هم حائز اهمیت است چه نتایجی در اون رقابت‌ها رقم خورده. رضایی، محمد رضا خضری زیر توپ میزنه. سجاد قلی بیگی
مجدد محمد رضا خضری مأمور پرتاب توپ نفت مسجد سلیمان، رضایی، عباس عسکری کاپیتان نفتی ها، یه امیر حسین یوسفی بازیکنی که تایگل داماش رو به ثمر رسون در سمت راست زمین، بلال میرزا علی، عسکری در سمت چپ زمین، محمد رضا خضری سر بالا نگاه میکنه به عمر اونجا قطع ارتباط میکنه، بلال میرزا علی. پرتاب این بار به سود بازیکنان داماش هست. آرمان دا باید پرتاب رو انجام بده. رقابت‌های لیگ آزادگان هفته 30 رقابت‌ها، بازی که به شکل زنده و مستقر از طریق شبکه استانی خوزستان تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. من مجدد عرض ادب و احترام دارم خدمتانم هم در شبکه استانی خوزستان و هموطنان در شمال کشور که بیننده این مسابقه فوتبال هستند. بیژن توپ اول رو میزنه، یه بار دیگه ضد حمله برای داماش و اونجا آفساید پژمان نجات. داور کمک دوم آقای وحید سیفی اعلام میکنه دو تیم دو بار در مقابل هم قرار گرفتن. این سوم باری هست که دو تیم در ادوار گذشته در مقابل هم قرار گرفتن. قبلی دو تیم چه در رقابت‌های لیگ آزادگان و چه در لیگ برتر به تساوی به انجام رسید. این سومین تقابل دو تیم هست. ببینیم چه نتیجه‌ای رو رقم خواهند زد. اگه نفت مسجد سلیمان میخواد که کماکان شانس صعود داشته باشه، باید بتونی که سه امتیاز رو از آن خودش بکنه و اگه داماش هم بازنده مسابقه باشه، اونا به هر حال خطر رو احساس خواهند کرد. به هر حال سقوط نکنه این تیمی که واقعا بسیار هم پرطرفدار است در شمال فوتبال کشورمون. تمیمی به کناره ها میبره. علی جراح با تلاش‌های ستودنیش به توپ میرسه، با پای راست ارسال میکنه روی دروازه، همه عبور میکنه و تن به کورنر میده. پشمان نجات بازیکن شماره 77 داماش گیلا. عباس عسکری مأمور ضربه کورنر. یارگیری نفر به نفر در محوطه جریمه. سعید ابراهیم بازیکنان صحبت میکنه. عباس عسکری به تیر اول، یه ضربه سر از خضری و مجدد ضربه کورنر باید تکرار بشه. عباس عسکری پشت توپ قرار گرفته و پای راست باز به تیر اول موقعیت اونجا مجتبی بیژن برای سومین بار متوالی تن به کورنر میده روی دروازه داماش گیلان. عباس عسکری پشت توپ قرار گرفته با پای راست، این بار هم به تیر اول میفرسته و باز هم داور بازی رو متوقف کرده. با بازیکنان داماش صحبت میکنه، با یوسفی اینجا اشاره میکنه که آرام کار رو دنبال بکنن. عباس عسکری باز هم پشت توپه. توصیه های ابراهیم اشکش به بازیکنانش. عسکری بازم به تیر اول موقعیت و برای چهارمین بار متوالی ضربه کورنر باید تکرار بشه. میانتر هم بفرسته. عباس عسکری من رو میشنوه، به تیر اول بیشتر توپا رو میفرسته. باز هم به تیر و در دهانه دروازه به شکل معجزه آسا توپ دور میشه. در برگشت بازم سعید داوی و اونجا توپ سرگردونه و به هر شکلی گوشان داماش توپ رو از منطقه خطر دور میکند. داور بازی رو متوقف کردن. متوقف سعید ابراهیم پور سنگربان داماش مداوا انجام بشه، کادر پزشکی هم وارد زمینه مسابقه بشه. امیدواریم که مشکل خاصی هم نداشته باشه سعید ابراهیم پور سنگربان تیم فوتبال داماش گیلان. تمامی بازی‌های همزمان هفته 30 رقابت‌های لیگ
تگان بدون گل مساوی داره دنبال میشه. بازی حساس تیم‌های شادار ملوی اردن و هوش طلایی ساوه. اینور هم بازی میدان با آیه توفیق بوستانی مربی دروازه‌بانان نفت صحبت میکنه. بازی تیم خیبر و شهرداری آستارا هم همزمان با این مسابقه در خرم‌آباد برگزار شده که اون بازی هم بدون گل مساویه. تنها بازی که گل داشته همین بازی هست که داماش فعلا 1-0 از نفت مسجد سلیمان پیش افتاده. مجتبی بیژن مأمور پرتاب توپه برای تیم داماش گیلان. تمیمی ضربه سر اول رو میزنه. رضایی و خطای رضا رضایی روی بازیکن تیم فوتبال داماش سعید دلاور اعلام میشه. فریادهای آقای علی نظر محمدی که اشاره میکنه به دروازه‌بانشون که او بیاد ضربه خطا رو بزنه. این چهره دروازه‌بان 184 سال داماش یک کارت زرد رو هم میگیره از قاضی میدان یاسر همرنگ، داوری از استان تهران. با پای چپ توپ رو میبره به سمت راست زمین. محمد توپ رو با سر به بیرون هدایت میکنه. پرتاب برای تیم داماش به دست میگیره. آرمان لطفخدا مأمور پرتاب توپه. توپ اون گوشه زمین در اختیار بازیکن داماش هست و توپ به سود نفتی ها به بیرون میره. محمد رضا خدری باید پرتاب انجام بده. سعید دلاور جراح و خطا بر روی جراح رو داور اعلام میکنه. بازیکنی که این فصل انصافا خوب کار کرد برای نفتی ها. عباس عسکری قرار گرفته. من در پشت محوطه جریمه. خود عسکری با داخل میفرسته به روی دروازه. موقعیت بر تیم نفت مسجد سلیمان سعید داوی و اونجا توپ به هر شکلی هست دور میشه. سینا بختیاری نصر، عباس، محمد رضا خدری خوب هم دیگر در زمین مسابقه پیدا میکنن. به سمت چپ میبرن علی جراح. عباس عسکری عالی کار میکنه. عسکری در محوطه جریمه. در عسکری که موفق نیست و داور بازی رو متوقف کرده. این بار به سود آبی پوشان داماش گیلان. سعید ابراهیم پور باید کار آغاز بکنه. نفت مسجد سلیمان در ادامه باید در مقابل نفت و گاز گشتاران ساینس و هم در مقابل خوش طلایی ساوه در رقابت‌های لیگ آزادگان خواهد بود. بازی که 16 خرداد ماه برگزار خواهد شد. مجتبی بیژن دلاور باز هم بیژن در دفاعی. تمیمی میاد یه لحظه توپ رو گرفت که خطای تمیمی بر روی سجاد قلی بیگی اعلام میشه. یک بر صفر بازی به سود داماش داره برگزار میشه. مجتبی بیژن عرض کردم مسابقه بازی در تیم نفت مسجد سلیمان رو در کارامش داره. یه فرصت و اونجا پنالتی گرفته برای داماش گیلان. خطایی که بر روی یوسفی اعلام میشه. نتیجه ای داره رقم میخوره که کمتر بیننده ای رو فکرشو میکنه که این نتیجه این لحظه داره رقم میخوره، در حالی که حال رود فوتبال خوزستان اصلا خوب نیست. تیمای فولاد و استقلال خوزستان هم میبینیم که نفت مسجد سلیمان 1-0
عقب بود. اینجا هم یه پنالتی رو داور تیم داماش اعلام میکنه. ببینیم کدوم بازیکن داماش پشت توپ قرار خواهد گرفت. داور با نیمکت تیم داماش هم داره صحبت میکنه. سینا بختیاری نسب پنالتی رو داد برای تیم داماش. سجاد قلی بیگی پشت توپ قرار گرفت طبق این لیستی که به من دادن دوستان. سجاد قلی بیگلی دوستانمون اشاره میکنن پشت توپ قرار گرفته با پای راست. سینا بختیاری نسب در چارچوب دروازه موقع و برخلاف جهت سینا دروازه نفت برای دومین بار باز میشه. داماش گیلان 2 نفت مسجد سلیمان 0. بسیار عصبانی هست این چهره یه ابراهیم اشکش. روی غفلت مدافعان تیم نفت گل اول و گل دوم برای داماش رقم خورد. ببینیم در ادامه مسابقه تفکرات آقای اشکش چه نتیجه ای رو خواهد زد برای نفت مسجد سلیمانی که همه هموطنانمون چشم انتظار این هستن که دوباره این تیم رو در رقابت‌های دیگه برتر فوتبال کشورمون ببینن. سعید داوی، امیر حسین یوسفی در سمت چپ، پژمان نژاد تو به بیرون میره به سود بازیکنان نفت. آزاد جعفرزاده مأمور پرتاب توپه. ناظر این مسابقه آقای کوروش غریبی هست از استان بوشهر. یه بوده جعفرزاده توپ به بیرون میره به سود آبی های داماش گیلان. مجتبی بیژن بازی رو باز میکنه. محمد رستمی به سمت راست زمین. بلال میرزا علی اونجا جراح توپگیری عالی رو انجام میده. به مرکز میدان هم میاد. کماکان پیشرویش داره ادامه میده. به دنبال یار میگرده. جراح میبره به سمت چپ زمین برای کاپیتان نفتی ها عباس عسکری. احمدی سعیداوی رو در کنارش پیدا میکنه. هاشمی فرد خود هاشمی فرد تو سر توپ میزنه. باز هم به سعیداوی. پشمان نجات احمدیان زاده ضربه سر اول رو میزنه. توپ به آخرین نقطه خط دفاعی نفت میاد. سعیداوی یه پاس قطری تماشایی رو میبره به سمت چپ زمین. سرعت توپ بالا بود که محمد رضا خضری هرچی تلاش کرد به توپ نرسید. پرتاب رو پور مهدی انجام میده. مدی در مرکز میدان. تمیمی به دنبال یار میگرده. میاره به مرکز هاشمی فرد. سعیداوی محمد رضا خضری در سمت چپ ثابت توپه. یه بازیکن در مقابلش از صد او عبور میکنه. خود خضری عباس عسکری در محوطه راه موقعیت برای نفتی ها و اونجا کورنر به دست میاد از سمت چپ. عباس عسکری همه بازیکنان نفت در محوطه جریمه تیم داماش هستند. عباس عسکری میفرسته به تیر اول. موقعیت برای نفتی ها و ضربه سر اول رو بیژن میزنه. مجدد عسکری توپ رو رها میکنه تا پرتاب برای نفتی ها
بیاد. محمد رضا خضری مأمور پرتاب توپه. یارگیری من تو من در محوطه جریمه. ضربه سر اول رو آبی های داماش میزنن و توپ هم از منطقه خطر دور میشه. تمیمی به سینا بختیاری. دیگه تمیمی آزاد جعفرزاده در سمت راست زمین. توپ به سود نفت به بیرون میره. داور دست به جیب میشه. در رو به تمیمی نشون میده. داوری از استان تهران آیه همرنگ که امروز قضاوت این بازی رو بر عهده داره. مجتبی بیژن باید کار آغاز بکنه. آبی های داماش بازی رو باز میکنه به سمت راست زمین. زاهد تبار در عرض حرکت میکنه. یه موقعیت در محوطه جریمه تمارز کرده بازیکن داماش و داور هم ادامه مسابقه رو اعلام میکنه. شریک سینا بختیاری نسب رو در تصویر ملاحظه میکنه. ضربش به پشت جریمه میاد. یه بار دیگه به دنبال توپ رضا زاهد تبار. توپ بیرون میره به سود نفت مسجد سلیمان. خضری احمدی در مرکز میدان. عباس عسکری با تجربه. ببینیم تجربهش امروز به کمک نفت مسجد سلیمان میاد یا خیر. تمیمی در مرکز میدان به دنبال یار میگرده. باز میکنه به سمت راست زمین. آزاد جعفرزاده برای احمدیان زاده و توپ رو به بیرون میزنه مجتبی بیژن. بازی 2-0 به سود داماش داره دنبال میشه. تقابل تیم‌های 16 جدول رقابت‌های لیگ آزادگان. احمدیان زاده اشتباه میکنه. یه بار دیگه سجاد قلی بگلی توپ رو از دست میده پشت محوطه جریمه. عباس عسکری و خطا در یک موقعیت بسیار مناسب و ایدئال. خطا برای عباس عسکری رو داور اعلام میکنه. این گونه ضربات رو هم خوب میزنه عباس عسکری، کاپیتان نفت سلیمان. بازی هم در زیر نور در ورزشگاه شهید به نام محمدی شهر مسجد سلیمان داره برگزار میشه. دیوار 5 نفره تیم داماش داور اونا رو به عقب‌تر فرا میخونه. عباس عسکری پشت توپ قرار گرفته. عرض کردم میزنه عباس عسکری با پای راست ضربش رو میزنه و یک فوق واکنش نشون میده. چه شوتی رو زد عباس عسکری. عجب توپی رو گرفت سید ابراهیم پور. روی عالی زد عباس عسکری. کورنر به دست میاد برای نفت مسجد سلیمان. اونجا احساس ناراحتی هم میکنه سنگربان داماش گیلان. توپ داشت میرفت جایی که گرفتنش برای هر دروازه‌بان سخت بود، اما سعید ابراهیم پور سنگربان داماش خوب کار کرد در این صحنه. عسکری پشت تا ضربه کورنر برای نفت مسجد سلیمان بزنه. میفرسته به تیر اول. یه موقعیت دروازه و آزاد جعفرزاده سون رو سخت کرد برای خودش و توپ به بیرون رفت. آقای علی نصر محمدی هم در کنار زمین هست. اینم آقای ابراهیم اشکش سرمربی نفت. ضربه سر یوسفی میزنه.
داورم بازی رو متوقف کرد، این بار به سود نفتی ها. بالاخره میاد سمت آقای اشکش، قاضی میدان آقای محمد عطایی. آزاد جعفرزاده هم دومین بازیکن نفت که کارت زرد میگیره از داور مسابقه. میاد با آقای توفیق بوستانی و آقای ابراهیم اشکش صحبت میکنه. این بر هم آقای علی نظر محمدی، سرمربی 45 سالی تیم داماش گیلان. بهترین فصل حضور آقای نظر محمدی در سال 86 87 بود که با تیم پگاه گیلان به فینال رقابت‌های جام حذفی فوتبال رسید. تمیمی به گوشه محوطه جریمه. احمدیان زاده در این رفت و برگشت، باز هم احمدیان زاده توپ رو از دست میده. آبی های داماش این بار توپ رو لو میدن. آزاد جعفرزاده راه مجدد پرتاب به سود نفت مسجد سلیمان خواهد بود. سعید دلاور بازی رو باز میکنه به سمت راست زمین. محمد رستمی، سجاد قلی بگلی زیر توپ میزنه. سعید دلاور ضربه سر رو محمد رضا خضری میزنه. من مشاجعت میکنه تا توپ سعید پور برسه. این چهره در بازبانی که چند موقعیت خوب رو از نفت سلیمان گرفت، بخصوص اون شوتی که عباس عسکری از پشت محوطه جریمه زد. ضربه ایستگاهی که عباس عسکری خوب زد و خوب هم گرفت انصاف سعید ابراهیم پور. پشمان نژاد تو به سود نفت به بیرون میره. من حتما نتایج بازی همزمان رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد با توجه به که پایان رقابت‌های لیگ آزادگان چند هفته بیشتر باقی نمونده و اوج حساسیت در این رقابت‌ها بالا هست. فجر سپاسی شیراز هم 1-0 فعلا از شهرراز شیراز پیش و بازی تیم‌های خیبر و آستارا هم بدون گل مساوی داره دنبال میشه. عباس عسکری جاشو عوض کرده. عباس عسکری، علی جراح یه بار دیگه در مرکز میدان. احمدی صاحب توپه. سعیداوی، تمیمی خوب هم دیگر رو پیدا میکنن بازیکنان نفت مسجد سلیمان. فرزاده، احمدی سربالا به دنبال یار میگرده. خود احمدی کماکان پیشرویش ادامه میده و داور بازی رو متوقف کرده. خطایی که رضا پور مهدی انجام داد. جباری و کعبی دو بازیکن خوب نفت مسجد سلیمان در این مسابقه محروم هست. عباس عسکری قرار گرفته برای نفت مسجد سلیمان. یارگیری من تو من در پشت محوطه جریمه. خود عسکری عالی میفرسته روی دروازه، موقعیت برای نفتی ها و اونجا محمد رضا خضری توپ رو میگیره. خود خضری با پای شب میفرسته روی دروازه و یه پرتاب حاصل تلاش محمد رضا خضری برای نفتی ها. مسافت توپ در رقابت لیگ آزادگان کرده. بلند میفرسته به مرکز محوطه جریمه. ضربه سرور رو آبی پوشانه داماش میزنن. سعیداوی، خود سعیداوی گارد شوت زدنم میگیره و پاس سعیداوی و توپ دور میشه به وسیله پشمان نژاد در مرکز میدان. احمدی باز میکنه به جایی که احمدیان زاده حضور داره. تمیمی داره فشار میاره نفت مسجد سلیمان. عباس عسکری، علی جراح در سمت راست زمین. رضایی در محوطه جریمه و توپ رو به بیرون میزنن بازیکنان داماش. توپی که محمد رستمی به بیرون هدایت کرد. پرتاب برای نفت مسجد سلیمان هست. خضری باز هم مأمور پرتاب توپه.
میفرسته به محوطه جریمه. موقع برای نفتی ها پشت محوطه جریمه و احمدی آزادی توپ رو میگیره، با پای راست ضربه رو پرقدرت میزنه. تو با اختلاف بسیار زیاد به بیرون میره. تیم داماش و نفت مسجد سلیمان اولین باری که در رقابت‌های لیگ آزادگان در مقابل هم قرار گرفتن 1 اسفند ماه 94 بود که اون بازی مساوی به پایان رسید. ابراهیم پور مرکز میاد، عباس عسکری از پشت سر میاد، توپ رو میگیره. خود عسکری دو سه بازیکن احاطه‌اش میکنن و توپشو خیلی راحت میزنن. منطقه بازی به سمت راست زمین، سعیداوی اونجا حضور داره. پاس رو به عقب برای سینا بختیاری نستن. هاشمی فرد احمدی در کنار سعیداوی رو میبینه. تمیمی توپ در این دقایق در اختیار بازیکنان نفت مسجد سلیمان است. اونا با پاسایی که بین همدیگه رد و بدل میکنن به دنبال روزنه هستن برای ورود به دروازه تیم داماش گیلان. پشت محوطه جریمه رضایی باز هم قطع ارتباط میکنن آبی پوشان داماش گیلان که انصافا در این مسابقه تا این لحظه خوب کار کردن. داور وقف کرده و خطا بر روی رضا پور مهدی رو اعلام میکنه. فریادهای آقای علی نظر محمدی، ابراهیم عذرخواهی میکنم بیژن بود که توپ رو فرستاد به پشت محوطه جریمه و احمدی توپ رو میگیره از نفت مسجد سلیمان. یه پاس تماشایی رو میندازه برای جراح، با سرعت بالای خودش و با تلاش‌های ستودنی به توپ میرسه. جراح خدری، باز هم جراح خدری و توپ آبی پوشان داماش گیلان. سعیداوی عباس عسکری تمیمی در مرکز میدان پشت محوطه جریمه، باز هم جراح خاطوب رو بیاره به سمت راست، دور میزنه، پا عوض میکنه، به دنبال یار میگرده. تمیمی رو عذرخواهی میکنم جعفرزاده رو پیدا میکنه. امین هاشمی فرد احمدی خود احمدی اشتباه میکنه، ضد حمله میره برای داماش، به دست بیاد. رضاپور بدی خوب همدیگه رو پیدا میکنن. زاهد تبار یه بازیکن در مقابلشه، یه پاس عمقی رو میندازه که اونجا مدافع تنام نفت مسجد سلیمان سعیداوی توپ رو میگیره و اون رو از منطقه خطر دور میکنه با یه پاس قطری تماشایی، اما سرعت بالا بود و به بیرون رفت. داماش گیلان 2 نفت مسجد سلیمان 0. هفته 30 رقابت آزادگان رو به شکل زنده و مستقیم همه هوادار مشتاق در ورزشگاه شهید بهنام محمدی این بازی رو به شکل زنده و مستقیم تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میکنیم. عباس عسکری، امین هاشمی فر، یه بازیکن از تیم داماش هم روی زمین هست، از درد خودش داره میپیچه. عباس عسکری، احمدی، عباس عسکری، تمیمی خوب همدیگه رو پیدا میکنن. پاسای 2 رقمی با جعفرزاده، احمدیان زاده، یه ارسال به روی دروازه، کسی نیست اونجا تو استفاده بکنه. یه خواهی کاملا احساس میشه در ترکیب تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان. یه بار دیگه پاس عمقی و اونجا باز هم سعیداوی حضور داره. او هم بازی قبلی محروم بود برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان. تمیمی، جراح، یه بازیکن در سمت چپ توپ میخواد، حالا خدری رو صاحب توپ میکنه.
عباس عسکری، خود عسکری توپ رو در اختیار داره، پاس رو به عقب برای تمیمی. امین هاشمی فرد باز میکنه به سمت راست زمین. پاسای خوبی که بین بازی داره رد بدل میشه. احمدیان زاده به هر شکلی از توپ رو بفرسته برای تمیمی که اونجا مجتبی بیژن اجازه کارو نمیده. تجربهش بالاست بیژن، در رقابت‌های لیگ برتر برای همین نفت مسجد سلیمان هم بازی کرده. زیر توپ میزنه سجاد قلی بگلی. یه بار دیگه موج بعدی میخواست شک بگیره، موجهایی که هیچ گونه خطری روی دروازه داماش شاهد نیستیم. تمیمی بی هدف، باز هم بازیکنان نفت توپ رو از دست میدن. بگلی، تمیمی، امین هاشمی فرد، عباس عسکری در مرکز میدان به دوباره یار میگرده. تمیمی، احمدیان زاده، این پاس عمقی برای رضایی در محوطه جریمه، فرصت برای نفت مسجد سلیمان و میژن که تن به کرنر میده. از سمت راست ضربه کرنر برای نفت به دست میاد. تعویضی هم برای نفت در راهه. عباس عسکری پشت توپ تا ضربه کرنر رو برای نفت مسجد سلیمان بزنه. نفتی ها میخوان قبل از سوت پایان در نیمه اول حداقل بتونن یه گل خورده رو جبران بکنن. عباس عسکری میفرسته به روی دروازه برای نفت مسجد سلیمان. پرواز بلند سعید ابراهیم پور که در حالی که توپ در چارچوب هم نبود اما آمادگی جسمانی خودش رو نشون میده. اشکال توانایی: میلاد پور محسن، سعید طالبی، محسن انبساطی، حسین خیری دری هم روی نیمکت تیم ایران حضور دارند. یه پاس عمقی و باز هم سعید داوی توپ رو در اختیار سینا بختیاری نسب قرار میده. جعفرزاده، علی کیانیفر، سجاد حسین زاده، سجاد عبدویی، علی گودرزی، نبی زاده، مقداد مالکی و بختیاری متین پارسا و سید سجاد موسوی هم بازیکنان تیم فوتبال نفت هستند. دو تعویض برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان: رضا نبی زاده و سجاد عبدویی. پایی بر امین هاشمی فرد از زمین مسابقه بیرون میره. عباس عسکری هم به همین شکل جای خودش رو به نبی زاده میده. دو تعویضی که در نیمه اول برای نفت مسجد سلیمان انجام میشه. تمیمی یه پاس بلند رو میدازه برای رضایی، ضربه سر اول رو بیژن میزنه. کاملا مهار کرده رضایی رو تا این لحظه از مسابقه. بازیکنی که 18 گل رو برای نفت به ثمر رسون. داره میکنه که اجایی که تو بیرون رفته پرتاب انجام بشه. جعفرزاده، خب مجدد باید انجام بشه اما این بار به سود داماش. محمد رضا مهدوی هم اونجا حضور داره که از مربیان داماش گیلان. فعلا 2-0 داماش پیش هست در هفته لیگ آزادگان. این مهدوی مجتبی بیژن پرتاب رو انجام میده به گوشه‌های زمین. تو به بیرون میره. خب داور میاد سمت آقای اشکش. آقای یاسر همرنگ با سرمربی نفت مسجد سلیمان صحبت میکنه. بیژن مأمور پرتاب توپه برای داماش گیلان. احمد تمیمی اشتباه میکنه. زاده ضربه سر اول داماش میزنن. مجتبی بیژن، سجاد قلی بگلی
در عرض حرکت میکنه در سمت راست زمین. رستمی خطا اعلام میکنه. پشت توپ رضاپور مهدی قرار گرفته. عذرخواهی میکنم سجاد قلی که توپ رو به سمت راست میبره. یه موقعیت این ارسال نچندان خوب که توپ از کنار دروازه باید آغاز بشه. توپ فرستاد سجاد قلی بیگلی. این چهره سینا بختیاری نسب کار رو باید آغاز بکنه. ضربش به میانه میدان فرود میاد. ضربه سر اول رو بیژن، ضربات سر اول رو خوب زده بیژن. خطا بر روی رضاپور مهدی رو آقای یاسر همرنگ اعلام میکنه. باز هم بیشن با پای چپ یه پاس نرم رو میفرسته به گوشه محوطه جریمه. یوسفی یه پاس کوتاه، موقعیت، یه ارسال زمینی به روی دروازه و اونجا اجازه نمیده تمیمی و احمدیانزاده توپ رو دور میکنه به میانی میدان. رضایی و آرمان لطف خدا که توپ رو به سمت راست میبره. به دنبال توپ زاهد تبار با مشایعت بازیکن نفت توپ بیرون میره. قدر موقعیت هاشون رو خوب دونستن تیم داماش و اونا همین باعث شد که فعلا 2-0 پیش بیفتن از تیم خوب نفت مسجد سلیمان. هر دو تیم ریشه دار و با سابقه هستن در فوتبال کشورمون، هم داماش و هم نفت مسجد سلیمان. یوسفی در سمت چپ حرکت میکنه. خطای یوسفی بر روی تمیمی رو داور اعلام میکنه. خب خطا گرفته داور. تمیمی پشت توپه برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان. دقیقه پایانی نیمه اول رو براتون گزارش میکنیم. ببینیم آیا قبل از سوت پایان نیمه اول نفت مسجد سلیمان میتونه یکی از گلای خورده رو جبران بکنه یا خیر. سعید رایپور باید کار آغاز بکنه. سنگربانی که خوب کار کرد برای تیم داماش. ارسال بلند سعیداوی احمدی در مرکز میدان. توپ رو یه لحظه نفتی ها سجاد قلی بیگلی لطف خدا در سمت راست زمین. رضا تبار محمد رضا خدری و توپ از کنار دروازه نفت باز بشه. خیلی سخته انصافا با این سبک فوتبال بازی کردن. نفتی ها امیدواریم که برگردن به مسابقه. 2 گل رو دریافت کردن، هرچند زمان زیادی برای جبران نتیجه. اونا جز تیمای مدعی به صعود به لیگ برتر فوتبال کشورمون بودن. عباس عسکری، سجاد عبدویی، عرفی موقعیت و اونجا ای بود که صاحب توپ بود کاپیتان نفت مسجد سلیمان. نبیزاده پشت توپ قرار گرفته برای تیم فوتبال مسجد سلیمان. یارگیری نفر به نفر در محوطه جریمه با پای چپ.
نبیزاده روی دروازه این کار خوب انجام میده. موقعیت برای نفتی ها، باز هم ضربه سر اول رو یاران داماش میزنن. احمدی یه ارسال نرم، کسی نیست اونجا. به سید ابراهیم پور میرسه. این چهره خود ابراهیم پور. تمیمی موفقتر. آبی پوشان داماش. سجاد قلی بگلی اشتباه میکنن. ضد حمله برای داماش. ارسال به روی دروازه و سینا بختیاری نصب دروازه بیرون میاد. توپ رو در طرف میگیره، آغاز میکنه. یه پاس قطری تماشایی به سمت راست زمین. احمدیان زاده خوب کنترل میکنه. یه پاس به جراح، پا عوض میکنه. خود جراح با پای راست میفرسته روی دروازه. موقعیت و اونجا میخواد بچرخشو بزنه که اجازه کار رو بهش. آبی پوشان داماش گیلان. تمیمی، سیداوی، باز هم تمیمی. محمد رضا خدری، نبیزاده، تمیمی. از آن یهو نیمه اول رو قطع کردن که حالا مسئله هم نیست، تقریبا میشه گفت که نیمه اول تموم شده بود. دم بچه‌هامون گرم، 2 تا گل توی 20 دقیقه اول بازی زدیم. اصلا توی این فصل که چنین نتیجه سابقه نداشته. سر گل اول من خودم شوکه بودم و اصلا حتی فرصت نکردم که گل رو بخوام ذخیره کنم. دم بچه‌هامون گرم. شاید خوشبین ترین هوادارمونم پیش بینی نمی‌کرد که این بازی رو توی 20 دقیقه اولش بخوایم 2 تا گل بزنیم، ولی باید خیلی محتاط باشیم. باید جوانب احتیاط رو در نظر بگیریم که وقت در حال این نتیجه خیلی خوب رو از دست ندیم. برای دوستانی که دیرتر به ما ملحق شدن اجازه بدید که یک طور ترکیب رو بذارم. این ترکیب امروزمونه: سعید ابراهیم پور، آرمان لطف خدا که پاس گل خیلی خوب امروز داد، مجتبی بیژن، سعید دلاور، پژمان نجات، بلاره میرزا علی، کاپیتان محمد رستمی، سجاد قلی بیگی که گل دوممون رو از روی نقطه پنالتی زد، رضا زاهد تبار، رضا پورمهدی و امیرحسین یوسفی به سرمربیگری علی نظر محمدی. امیرحسین یوسفی هم که روی اون ارسال قشنگ آرمان لطف خدا گل اولمون رو به ثمر رسوند. حالا شبکه خوزستان چرا یهو اینطوری اومده از آن رو پخش کردن نمیدونم. حالا معمولا یه زیرنویسی میکردن یا میگفتن که مثلا به زودی قراره از آن پخش بشه. حالا تقریبا نیمه اول بود. امیدوارم که تا پایان سوت نیمه حداقل نتیجه به ضرر ما تغییر نکرده باشه. یه خورده بریم کامنت های دوستان توی یوتیوب رو هم بخونیم. دوستانی که دارن بازی رو از لایو یوتیوب وارش اسپورت تماشا میکنن، یکی از دوستان نوشته نیمه اول تموم شد. آره نیمه اول تموم شد، در واقع از آن پخش کرد ثانیه آخرش. یکی از دوستان نوشته بود که از آتن هست، هومن. بقیه دوستانم میگن که من از پسکلا پشتم، یکی میگه منم از جمهوری خودمختار پسیخانم. دوستان دارن شوخی میکنن. ولی خب آره این یوتیوب به هر حال عاملی شد که دوستانی که خارج از کشور هستن بتونن بازی ها رو ببینن. تا پیش از این به دلیل اینکه این شبکه‌های ایران فقط با اینترنت داخلی یا شبکه داخلی اطلاعات کار میکنن، دوستان
امکان دیدن بازی ها رو نداشتن. خوشحالیم که به هر حال با پخش روی یوتیوب این دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن بازی ها رو به خوبی تماشا کنن. محمود هم از استانبول بودن دیگه، دوستان از کشورهای مختلف بودن. فکر میکنم همینطوری بتونیم حداقلش در 12 تا کشور رو نام ببریم: یونان و ترکیه، فرانسه، انگلیس، هلند. یکی از دوستان اگر اشتباه نکنم آلمان بود، دو تا از دوستان آلمان بودن. از عمان میدونم بیننده ما داریم و بقیه‌اش هم دیگه باید فکر کنم یادم بیاد. این کشورها رو حداقل میدونم که هستن دوستان. یه بچه حالا یکی از دوستان نشانم از پاکت سازی هستم. بله بله، از اهورا از سوئد. بله خوبه دیگه، داماش به هر حال روزی بخواد در سطح جهانی بازی کنه تو همه کشورها به هر حال هوادار داریم. نروژ، بله از نروژ هم یکی از دوستان گویا هست. من نتیجه بقیه بازی های مهم رو بگم خدمتتون. آریو اسلامشهر رو دریای بابل مساوی کردن. آریویی که ما توی زمین خودش بهش باخته بودیم، دریا تونست اونجا مساوی رو ازش بگیره و یک امتیاز به امتیازاش اضافه کرد. هرچند اگر ما به هر حال این بازی رو اگر بتونیم ببریم، واقعا تساوی بقیه تیم‌ها برامون اهمیتی نداره. آستارا یک گل از خیبر خورده و خوشه طلایی و چادرملو اردکان هم تا دقیقه 64 0-0 مساوی هستن که با این پیروزی شکست شهرداری آستارا واقعا برای ما خیلی میتونه حائز اهمیت باشه که اگر ما واقعا بتونیم این پیروزی رو به دست بیاریم و شهرداری آستارا هم ببازه و با این نتیجه میشه گفتش که ما الان دارم چک میکنم، بله دیگه میتونیم به 14 جدول هم برسیم که این خیلی خوب میشه برای ما. از ابتدای فصل فکر میکنم خیلی هفته‌های کمی بوده که ما تو منطقه قرمز نبودیم و امیدوارم که اتفاق بیفته دیگه. یعنی امیدوارم که شهرداری آستارا همین نتیجهش حفظ بشه، همین نتیجه‌ای که تا پایان نیمه به دست اومده و ما هم بتونیم ببریم، حالا یا به گل‌های بیشتری برسیم یا همین نتیجه رو حفظ کنیم. به هر حال به هر شکلی که شده بتونیم ببریم بازی رو. البته الان که دارم جدول رو نگاه میکنم، حتی اگر شهرداری آستارا مساوی هم کنه، ما با تفاضل گل بهتر در جایگاه 14 جدول فعلا قرار میگیریم. این از وضعیت جدولم که به محض اینکه بازی تموم بشه حتما توی سایت وارش اسپورت آپدیت میشه. یه عکس ازش رو هم توی شبکه‌های اجتماعیمون منتشر میکنیم. بازی آریو اسلامشهر رو دریای بابال گفتم 0-0 تموم شد. یه بازی دیگه که امروز بوده مثل سونگون و سایپا، اونم 1-1 تموم شد که البته نتیجهش برای ما اهمیت خاصی نداره. مثل شهر بابک و مثل کرمان هم تا دقیقه 90 0-0. بازم اونم بازیه که برای ما اهمیت خاصی نداره. دربی شهرراز شیراز و فجر سپاسی هم 1-0 به سود فجر در جریانی که البته خب قابل پیش بینی هم بود. تنها بازی که یک طرف یکی از تیم‌ها بیش از یک گل زده همین بازی نفت مشهد سلیمان و داماشه که داماش در نیمه اول 2-0 جلو بوده. حتی من توی سایت ها دارم نگاه میکنم، بازی داماش رو هنوز نزدم پایان نیمه، ولی خب احتمالا نیمه به پایان رسیده. امیدواریم که به پایان رسیده باشه و نتیجه هم تغییر خاصی نکرده باشه. حالا همکاران اگر از منابع مختلفی میتونن قضیه رو چک کنن که نیمه اول نتیجه چی شد، لطفاً به هم اطلاع. بله بله، الان من از جای دیگه هم چک کردم، پایان نیمه بازیش 2-0 به سود داماش شده. خلاصه یه تشکرم از شما بکنم، از شمایی که توی یک ساعت گذشته توی لایو وارش اسپورت بودید. من خودم
چای و قهوه و همه چیو میارم همینجا کنار شما. قرارم نیستش که برنامه رو قطع کنم، به محض اینکه بازی شروع بشه تصویر استادیوم بیاد میریم که تصویر استادیوم رو ببینیم. کامنتی هم اگر بذارید من میتونم کامنت های شما رو ببینم و بخونم. آره علی جان، منابع مختلف به غیر از ورزش 3 زدن که نیمه اول به پایان رسیده. دوستانی هم که همونجا تو استادیوم بودن هم گفتن که نیمه اول با نتیجه 2-0 به سود داماش به پایان رسیده. این حرکت پخش یهویی از آن واقعا خیلی حرکت ناجوری بود. یه حداقل یه زیرنویسی می‌کردن، یه اطلاع میدادن دارن قطع میکنن. بدبخت گزارشگرم همونطوری داشت گزارش میکرد یهو صداش قطع شد. معمولا مثلا با اون گزارشگر یه هماهنگی معمولا میکنن. محمود جان حالت چطوره؟ محمود صالح عزیز. آره واقعا تعجب کردیم، خیلی نتیجه دور از انتظاری بود، هرچند که ما داماشیم دیگه، به هر حال داماشیم و درسته که یه مدت از اصالت خودمون دور شدیم ولی کماکان ما داماشیم. حالا دوستانی هم که توی یوتیوب نیستن رو اگر بخواین دعوت کنید که بیان بازی رو از یوتیوب ببینن که ممنونتون میشم. لینک پخش یوتیوب رو توی گروه ها بذارید، برای دوستاتون بفرستید که نیمه دوم رو بازم اینجا کنار هم ببینیم. دیدید که اینطوری کنار هم دیدن به هر حال یک جو دیگه ای داره. یکی از دوستان نوشته آقا اگه اینجوریه که منم داخل شاتلم از مدار زمین دارم بازی رو میبینم، که البته مشکلی که وجود داره اینه که از شاتل دیگه استفاده نمیشه. شاتل ها الان استفاده نمیشن، پس احتمالاً ادعایی که کردید درست نیست، وگرنه ما باور میکردیم. معین از لندن، دمت گرم که با مایی. علی اصغرزاده نوشته چند تا بازیکن جدید گذاشت نتیجه گرفت. حالا همچین جدید هم که نبودن ولی خب آره ترکیب متفاوتی بود. امیدوارم بچه ها بتونن بازی رو با نتیجه برد تمام کنن. اسفند طلا گفته این رو. یکی از دوستان نوشته که آرزو میکنم موفقیت حاصل بشه. اسمم نداره، خیلی جالبه. آره علی رهبر هم که گفته امیدوارم یه روزی برسه نتیجه گرفتن برامون عجیب نباشه، البته هنوز تموم نشده. آره واقعا علی جان. البته کلا این تیمای جنوبی همیشه بازی مقابلشون سخته، یعنی کم پیش اومده ما در هر سطحی که بودیم توی زمین تیم‌های جنوبی بخوایم ازشون نتیجه بگیریم. نه اینکه اصلا نبوده ولی خیلی کم بوده واقعا. شرایط بازی برای بازیکن‌های گیلانی به خاطر تفاوت دما و فشار هوا خیلی سخته توی جنوب کشور، ولی به هر حال آره اصلا یه نتیجه خیلی عجیب و غریبه و ما که به هر حال ازش خوشحالیم. اسفند بازم گفته که به صورت خلاصه که رشتین همه فوتبالیست خوب داره، نباید جامون اینجا باشه. سالار گفته که اگه به امید خدا بمونیم تیم تقویت میشه به نظرتون برای فصل بعد، یا باز داستان مثل همین فصله؟ سالار هیچی اصلا معلوم نیست، یعنی تا زمانی که ما موندنمون تثبیت نشه هیچ چیزی قابل اطمینان نیست، از این جهت که وضعیت مالکیتیمون یه خورده عجیب و غریبه. حالا وارد جزئیات واقعا نمیخوام بشم، مثلا الان جاش نیست، ولی تیم اگر موندنش قطعی بشه طبیعتا اتفاقات خیلی مثبتی میفته، یعنی شکی در این قضیه وجود نداره. ولی لازمش اینه که میگم یه ذره از این فضا دور بشیم. میلاد نوشته که تازه از سر کار تعطیل شدم، نتیجه رو دیدم برگام ریخت. مرسی داماش، مرسی داماش واقعا.
ارسلان گفته که راجع به تعویض‌های احتمالی هم صحبت کنیم. من به شخص نظر خاصی ندارم در خصوص تعویض‌ها. حالا علی رهبر در این مورد معمولا بهتر صحبت میکنه. علی رهبر اگر کامنتی در خصوص تعویضا داری که بذار دوستان استفاده کنن. یکی از دوستان نوشته به عشق داماش تمام بازی ها رو از یوتیوب وارش اسپورت میبینیم. دمت گرم، دمت گرم. منم به نوبه خودم قول میدم که به هر حال تمام تلاشم رو بکنم که بتونیم تمام بازی ها رو از همین یوتیوب پخش بکنیم. من دارم اینور چک میکنم یه خورده، چون دست تنهام هنوز پخش زنده شروع نشده. به محض اینکه پخش زنده شروع بشه حتما من هم برای شما پخش میکنم. الان مثل اینکه دارن اخبار پخش میکنن. حالا شما اگه دوست داشتید ببینید، اتفاق خاصی داره نمیفته، داره اخبار پخش میشه. به محض اینکه بازی بخواد پخش بشه حتما خود بازی رو براتون میذارم. مصطفی جان، به غیر از این بازی 4 تا بازی دیگه مونده. دقیقش رو الان من میتونم بهت بگم. به غیر از بازی امروز، کاملش رو از همینجا براتون بخونم. به غیر از بازی امروز ما هفته 31 بازی داریم با مس سونگون توی رشت. هفته 32 بازی داریم با نفت و گاز گچساران بازم توی رشت. هفته 33 با خوش طلای بازی داریم توی مشهد احتمالاً. و هفته پایانی هم با سایپا بازی داریم توی رشت. یعنی به غیر از این بازی ما 4 تا بازی داریم که 3 تاش بازی خونگیه، که این یه اتفاق خیلی مثبتی میتونه برامون باشه. اسفند طلا جان، این یه مسئله قطعی نیست که بتونیم بگیم با چند امتیاز قطعا میمونیم. یعنی بستگی به نتیجه بقیه تیم ها داره. ولی با فرض بر این که این 3 امتیاز رو به دست بیاریم، با چنین فرضی به احتمال خیلی زیاد با 2 تا پیروزی دیگه موندنمون قطعی بشه. ولی میگم همه چیز بستگی به همین بازی داره و 4 تا بازی پیش رو نمیتونیم قطعی بگیم با چند امتیاز میتونیم بمونیم. ولی اصلا این پیروزی خیلی میتونه به اون کمک کنه اگر در صورتی که به دست بیاد. آره دقیقا مهدی جان، اگر از 4 بازی باقی مونده 2 تا رو ببریم که احتمالش خیلی زیاده، میشه گفتش که صعودمون یه جورایی قطعی میشه. ولی بازم میگم بستگی به نتیجه بقیه تیم ها هم داره. گیلک بستگی داره، نمیتونیم بگیم که خوش طلای الزاما جفت فوچه، از این جهت که اونم شرایط جالبی نداره. ولی خب تا اون موقع احتمالاً سقوطش قطعی شده باشه، اصلا شاید بازی نکنه یا اصلا شرایط درستی برای بازی کردن نداشته باشه، یا شاید هم برعکس مثلا بقیه تیم‌های پایین جدول یه جورایی تحریکش کنن که بخواد بازی خوبی از خودش ارائه بده. یعنی تمام این حالت‌ها به هر حال ممکنه. هنوز که هنوزه بازی شروع نشده. بازم میگم به محض اینکه بازی شروع بشه حتما بهتون میگم. آره محمود جان، تو مگه دنبال نمی‌کنی بازی رو؟ آره 4 تا بازی مونده به غیر از این بازی که الان داره انجام میشه که 3 تاش توی رشته. دقیقاً همین جوریه که گفتی. از پراگ به عشق داماش بازی رو دنبال میکنم. من فکر میکنم دوستانی که توی اروپا هستن با هم فکر کنم یه دونه شعبه اروپای داماش رو بتونن راه بندازن. یعنی خودشون فکر کنم یه 11 نفری هستن، چند نفرم ذخیره مربی هم فکر میکنم از پیشکسوتان داماش توی اروپا داریم. قشنگ یک داماش مثلا اروپا میتونیم راه بندازیم اونجا، یه بازی اروپایی بره شرکت کنه. به هر حال بازی ها توی ازودیه، یعنی هیچ صحبتی در مورد سردار جنگل نشده.
مگر اینکه مثل بازی خیبر بخواد اتفاق خاصی بیفته، وگرنه بازیامون توی عزادیه. در خصوص سوال سعید گفته بازیامون توی عزادیه یا سردار جنگل، بازی تو عزادیه. خب یک طور دیگه هم این چیزا هم براتون بیارم، حالا که صحبت خاصی داریم نمی‌کنیم. حالا چه تعویضایی توی نیمه دوم انجام میشه که من حتما بعدم بهتون میگم. سعید ابراهیمپور توی دروازه، آرمان لطفی خدا که پاس گل خیلی خوبی داد امروز برامون، و مجتبی بیژن، سعید دلاور، پژمان نژات، بلال میرزاعلی، کاپیتان محمد رستمی، سجاد قلی بیگی، رضا زاهد تبار، رضا پورمهدی و امیرحسین یوسفی که گل اولمون رو زد، به سرمربیگری علی نظر محمدی. ترکیبیه که ما در نیمه اول باش وارد زمین شدیم و دستم بهش نزدیم. حالا شاید در نیمه دوم بخواد تغییراتی بکنه. و نکته جالبی که وجود داشت اینه که آقای اشکش سرمربی نفت مسجد سلیمان تو همون نیمه اول 2 تا تعویض انجام داد. اینم به هر حال در نوع خودش حائز اهمیت بوده. دم شما گرم هومن جان. هدف این که ما این کانال رو راه انداختیم این بوده که آرشیو ویدیویی خوبی برای داماش داشته باشیم. حالا چه بازی‌های داماش، چه مصاحبه‌ها، هیچ وقت اون نظم درست رو نداشته. یعنی همین الان هم که ما 1 سالی میشه که این کار رو شروع کردیم. اینم بهتون بگم امروز نمیدونم چرا یادم رفت، دوستانی که اینجا هستید، امروز دقیقاً یعنی همین امروز سال روز تأسیس کانال یوتیوب وارش اسپورته. نمیدونم چرا نگفتم این از اول بهتون. این خود یوتیوب هم این قضیه رو بهمون تبریک گفتش که امروز سال روز تأسیس کانالمونه. گفتم اینم بهتون بگم، در جریان باشین، شاید براتون جالب باشه. حالا من عکسش رو هم یه جوری بتونم بهتون نشون بدم، خیلی باحال میشه. حالا اسکرین شات میگیرم بعدم تو این گروه میذارم. امروز دقیقاً برابر با روزی که ما کانال یوتیوب وارش اسپورت رو راه انداختیم. دوستان میگن شروع شده، من تصویر رو ندارم. یه لحظه این من رفرش بکنم. بله بله تصویرم اومد. خب بریم سراغ بازی. این هم از خود بازی، نتیجه همون 2-0 و این هم صدای گزارش. دست به جیب میشه یا خیر که این گونه نیست. بازیکن تیم داماش رو اعلام میکنه. جا داره من عرض ادب و احترام داشته باشم هم خدمت هموطنان در استان خوزستان و هموطنان بهتر از جانم در شمال کشور که دیگه این مسابقه فوتبال هستند. علی کیانیفر توپ رو با پای چپ میفرسته روی دروازه، یه موقعیت برای نفتی ها و اونجا خیلی راحت در اختیار سعید ابراهیم پور قرار میگیره. این چهره دروازه‌بانی که انصافا چندین موقعیت رو در نیمه اول از نفت مسجد سلیمان گرفت و اجازه نداد دروازش باز بشه. یه ارسال بلند با مشایعت کیانیفر تو به دروازه‌بان جوان نفتی ها بختیاری نسب میرسه. علی کیانیفر در پست غیر تخصصی خودش بازی میکنه. کیانیفر احمدی در مرکز میدان، نبیزاده در سمت چپ، یه ارسال به روی دروازه برای عبدویی. رضایی هم اونجا حضور داره، خود رضایی پشت به دروازه است. موقعیت برای نفتی ها، اجازه نمیدن به چرخه، ضربشو کیانی میزنه. توپ در اختیار دروازه‌بان سبز پوش داماش سعید ابراهیم پور قرار میگیره.
هواداران هم تیم فوتبال نفت رو تشویق میکنند. یه تشکر ویژه میکنم از دوستانمون در نیروی انتظامی که برای نظم و امنیت این مسابقه در استادیوم بهنام محمدی خوب کردن. سبزقامتان بی ادعایی که انصافا همیشه در چه ورزشگاه بهنام محمدی چه ورزشگاه کشورمون حضور پیدا میکنن. کیانیفر، آبی پوشان داماش توپ رو از دست میدن. علی جراح تو سر توپ میزنه. کار میکنین علی جراح برای نفت. احمدی، محمدی، سعیداوی رو در کنارش پیدا میکنه. توپ خیلی راحت از دست میره. یه بار دیگه بلال میرزا علی، یه پاس عمقی و اونجا خضری عالی توپ رو جمع میکنه. نبی زاده، یه پاس عمقی سایی که پشت ثابت کرد. پشمان نجات، محمد رستمی، سعید دلاور، مشتبه یوسفی، بازیکنی که یکی از گلای داماش رو به ثمر رسون. علی نظر محمدی در کنار زمین راضی و خوشنود هست از نتیجه‌ای که به دست اومده. اونا در مکان 16 تا حضور دارن. یه ارسال به روی دروازه و سینا بختیاری نصر از دروازه بیرون میاد و توپ هم جمع میکنه. علی کیانیفر، یه پاس تماشایی به سمت راست زمین. احمدیان زاده، او بر عبدویی در محوطه جریمه. عبدویی میخواد از یه بازیکن عبور بکنه. تلاششون یه کرنر رو به دست میاد برای نفت مسجد سلیمان. کیانیفر میره تا ضربه کرنر رو بزنه. نفت داره فشار میاره کماکان روی دروازه داماش. یه جوری راه ها رو بستن. راه های برای ارسال به تیر دوم از همه عبور میکنه. تو به دست بازیکن داماش هم اصابت کرد، اما داور این اعتقاد رو نداره و ادامه مسابقه رو اعلام میکنه. در سمت راست زمین حرکت از بلال میرزا علی، کماکان پیشرویش ادامه میده اما بیفایده هست و تکروی او تو به سود نفت به بیرون میره. احمدی، علی کیانیفر در سمت راست زمین. احمدیان زاده باز هم زمین جایی که احمدی حضور داره. جراح یه لحظه هول داد جراح رو. علی کیانیفر باز هم جراح عالی کار میکنه در سمت راست. یه بازیکن توپ میخواد، یه تکل خطرناک از بیژن. داور ادامه مسابقه میکنه. رضا پور مهدی، توپگیری عالی از جعفرزاده. سجاد عبدویی، احمدی آزاده در سمت چپ توپ میخواد، میاره به پشت محوطه جایی که رضایی حضور داره. باز هم جراح خوب کار میکنن، خوب هم دیگر رو پیدا میکنن. پاسهای خوبی بین بازیکنان نفرت بدل میشه تا پشت محوطه هم پیش میان، اما صحنه به کجا میرسه؟ یه ارسال به روی دروازه، دهانه دروازه و اونجا کرنر برای نفت مسجد سلیمان. فشار کماکان روی دروازه داماش. نبی زاده مامور ضربه کرنر هست. این برم آقای بهادری و آقای حسنوند مدیر رسانه نفت مسجد سلیمان رو روی نیمکت ملاحظه کردید. چه شوری، چه سر صدایی در استادیوم بهنام محمدی به پاس. آقای همرنگ با نبیزاده صحبت میکنه. کماکان
نبیزاده بیاره به محوطه جریمه. عبدویی با پای چاپ ضربشو پر قدرت میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه که سجاد عبدویی زد، بازیکن اهل شهرستان دیه. یه تعویض برای تیم، دو تعویض همزمان برای داماش در راه یاره شماره 21 امیر محمد سیمان و کمیل حیدری. کمیل حیدری هم اهل شهرستان شوش هست در استان خوزستان. امیر حسین یوسفی از زمین مسابقه میره. فریادهای یا ابراهیم اشکش. این بر هم سید سجاده موسوی تا دقایق دیگه برای سلیمان به زمین مسابقه خواهد اومد. اونجا آقای اصغرزاده باش صحبت میکنه که چهارمین تعویض که در این مسابقه آقای اشکش انجام میده. کماکان کمیل حیدری در کنار زمین هست. داماش گیلان 2، نفت مسجد سلیمان 0. هفته 30 رقابت ها آزاد جعفرزاده جای خودش رو به سید سجاده موسوی میده. دارم به میانه میدان میاد. محمد رضا خضری ضربه سر رو میزنه. کمیل حیدر جراح یه پاس رو به جلو و داور بازی رو متوقف کرده به سود نفت مسجد سلیمان. یک کارت زرد رو هم به یار شماره 11 داماش سجاد قلی بگیره. علی کیانیفر پشت توپه. چرا یک کمیل حیدری رو در تصویر ملاحظه کردید. نبیزاده پشت توپ قرار گرفته برای نفت مسجد سلیمان. یه پاس نرم به جای که رضایی در محوطه جریمه حضور داره. پشت یه پاس پشت پا رو میندازه برای عبدویی که توپ از کنار دروازه به بیرون میره. سعید ابراهیم پور باید کار آغاز بکنه. خضری تو داماش به بیرون میره. چرا یه علی نظر محمدی رو مناسب در روزمانی که سابقه بازی در تیم های منوان و داماش بود در سال 6 بود که با تیم داماش به فینال رقابت های جام حذفی فوتبال کشورمون رسید. جراح حرکت میکنه. دوباره آتش کردن. عالی کار میکنی علی جراح. همه رو به و کماکان هم میجنگه تا توپ رو از دست نده و خطا بر روی نبیزاده رو داور اعلام میکنه. خطایی که آرمان لطف خدا انجام داد. نبیزاده پشت توپ قرار گرفته. فشار تیم نفت مسجد سلیمان کماکان ادامه داره اما هنوز به گل نرسیده. کوتاه باز نبیزاده این بار با راست تو سر توپ میزنه. با پای چپ ارسال میکنه. برگشت داده میشه. سیداوی موج بعدی در راه. ارسال سیداوی به روی دروازه. محمد رضا خضری تو در محوطه جریمه سرگردونه زمین هست و باز هم داور ادامه مسابقه رو اعلام میکنه. رضا زاهد تبار در سمت چپ زمین میره. ناک بشه روی دروازه نفت مسجد سلیمان. سینا بختیار نصر از دروازه بیرون میاد و توپ رو جمع میکنه. سریع هم بازی رو آغاز میکنه. سید سجاد موسوی. سرعت بازی قابل قبوله این مسابقه. سجاد عبدویی، سید سجاد موسوی
علی کیانیفر رو میبینه. خود کیانیفر دو بازیکن مسجد سلیمانی نفت. خود موسوی اشتباه میکنه و توپ به احمد گیانزاده نمیرسه و به بیرون میره. سید سجاده موسوی رو ملاحظه میکنید. پرتاب به وسیله بیژن مورد تشویق هواداران نفت هم قرار میگیره. بازیکنی که عرض کردم 2 فصل برای نفت مسجد سلیمان بازی کرد. موسوی به دنبال توپ رو هم میگیره، رو پای چپش هست سجاد عبدویی، یه دور کنه و اجازه پیشروی بیشتر رو بهش نمیده. مجتبی بیژن خوب کار کرده انصافا. بیژن تجربه بالایی هم داره و همین باعث شد تا یه جورایی دروازه داماش بسته بمونه. از سمت راست و با پای چپ علی کیانیفر باید توپ رو بفرسته روی دروازه. این کارم انجام میده. در دهانه دروازه یه گام کم آورد محمد رضا خضری. سعید ابراهیم پور باز بکنه. این هم نیمکت نفت مسجد سلیمان. آقای بهادری، آقای حسنوند، رضا بختیار پارسا، امیر مقداد مالکی، علی گودرزی بازیکنانی هستند که روی نیمکت نفت مسجد سلیمان هستند. امیر حسین سیمان صاحب توپه. یک کیانیفر به تکل خوب جرار رو صاحب توپ میکنه. خود جرار با بیرون پای راستی که باز خطا بر روی رضا رضایی اعلام میشه. خطایی که محسن انبساطی انجام داد. زمان به سرعت برای نفتی ها داره میگذره. علی کیانیفر پشت توپ قرار گرفته. یه ارسال عالی به تیر دوم، از همه عبور میکنه. احمدیانزاده به توپ میرسه. خود احمدیانزاده یه بازیکن درشه تو سر توپ. احمدیانزاده با پای چپ یه ارسال به روی دروازه. باز هم بازیکنان از منطقه خطر دور میکنن. ببینید با هم به این شکل برسن به عمق تا از سرعت سجاده قلی بیگی بتونن استفاده کنن. احمدیانزاده یه ارسال میخواد بفرسته روی دروازه که توپ پشمان نجات اصابت میکنه و بیرون میره. ضربه کورنر زده خواهد شد. سید سجاد موسوی میره تا ضربه کورنر رو بزنه. واگذار میکنه تا علی کیانیفر این کار رو یارگیری منتوبن در محوطه جریمه. خود کیانیفر میفرسته به روی دروازه. موقعیت رو مشت میکنه یه بار دیگه در محوطه جریمه و داور خطای احمدیانزاده رو گرفته. یک سوم بازی رو پشت سر گذاشت. ماکان داماش 2-0 پیش است. حتما بازی‌های نتایج بازی همزمان رو هم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند اعلام خواهم کرد که در بازی‌های همزمان در هفته 30 رقابت‌ها چه نتایجی به دست اومده. مثل سونگون در مقابل سایپا 1-1 هست. فجر سپاسی شیراز دقایق پای مسابقه فعلا فجری‌ها 1-0 پیش افتادن. چادرملوی اردکان هم 1-0 خوش طلایی رو شکست داده و بازی خیبر و شهرداری که همزمان با این مسابقه آغاز شد 1-0 به سود خیبر هست. پارس جنوبی جمع هم 2-0 از نفت و گاز گیلان پیش افتاده. این مسابقه هم که فعلا 2-0 پیش است. سید سجاد موسوی، علی کیانیفر، احمدی در مرکز پشت محوطه جریمه بازیکنان نفت. موسوی
میاره به کنارها برای محمد رضا خضری. نبیزاده یه لحظه میزنه نبیزاده رو، داور آوانتاژ میده. سید موسوی. جالب اینجاست که خب کارت زرد رو نشون میده به بازیکن داماش، یاره 24 این تیم سیمان. عذرخواهی میکنم، بلالی میرزا علی کارت زرد رو میگیره از قاضی میدان آقای یاسر همرنگ. توفیق بوستانی هم کارت زرد میگیره از آیه همرنگ، مربی دروازه‌بانان نفته. مسجد سلیمان یه تعویض دیگه، یار شماره 9 وارد زمین مسابقه میشه. انبساطی. تعویض دیگه هم در راه، حسین خیری رو هم وارد زمین مسابقه خواهد شد. زاهد تبارم از زمین مسابقه بیرون میره. نبیزاده با پای چپ ارسال به روی دروازه، موقعیت برای نفتی ها و باز هم بازی متوقف میشه. پرچم زده کمک دوم و آفساید بازیکنان نفت رو گرفته. یه تشکر ویژه هم میکنم از همه همکاران خوبم در واحدهای مختلف سازمان صدا و سیما. شری آقای غریبی رو هم ملاحظه میکنید. کوروش غریبی ناظر مسابقه، از مدیر کل محترم رسانه ملی در مرکز خوزستان جناب آقای دکتر دبیقی عزیز، معاونت سیما جناب آقای حسین زاده، معاونت فنی جناب آقای دکتر توکل، مدیر تولید خانم طبیب و همه همکارانمون در واحدهای مختلف سازمان که واقعا کمک میکنن تا این مسابقه به شکل زنده و مستقیم به عشق هموطنمون تقدیم که جریمه فرصت برای نفت مسجد سلیمان و باز هم این موقعیت از دست میره و پرتاب برای آبی پوشان داماش به دست میاد. اطراف شمال و جنوب فعلا 3 امتیاز راهی خواهد شد. داماشی که در مکان 16 جدول قرار داره و نفت مسجد سلیمان هم با 55 امتیاز در مکان 4 قرار گرفته. علی کیانی فرام احساس ناراحتی میکنه، خوشبختانه مشکل خاصی نداره، بازی برمیگرده. چه حرص جوشی، اشکش از احماق وجودش آه میکشه و اصلا راضی نیست از نتیجه‌ای که به دست اومده در این مسابقه. علی کیانیفر خوب کار کرده نفت، اما قدر موقعیت ها رو به خوبی ندونست. در محوطه جریمه از دروازه بیرون میاد سعید ابراهیم پور و توپ رو در آغوش میگیره. یه مشورتی هم میکنه با آیه مجید باقر نیا، سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان، مرد با تجربه ای که سالها در فولاد نفت به عنوان سرمربی انجام وظیفه کرد. احمدیانزاده، احمدی در مرکز، یه پاس خوب به سمت پشت محوطه جریمه میندازه. باز هم بیژن تمام ضربات سر اول رو بیژن زده برای تیم داماش. از سمت چپ حرکت از بازیکنان امیرحسین سیمان و تو به بختیاری نسب میرسه. سیداوی یه پاس قطری بلند به جایی که جراح حضور داره، ضربه سر اول رو بازیکنان داماش میزنن، زیر توپ میزنه میرزا علی. کیانیفر توپ رو خیلی راحت از دست میده. محسن انبساطی، احمدی به سمت چپ میاره. محمد رضا خضری با پای چپ تو محوطه جریمه برای رضایی. یه بار دیگه نفت نبیزادی رو میندازه. موقعیت برای نفتی ها سرگردونه و به هر شکلی هست آبی پوشان داماش توپ رو دور میکنن. باز هم خضری، نبیزاده، خضری خوب هم دیگر رو پیدا میکنن. یه پاس تماشایی به روی دروازه. احمدیانزاده موج بعدی این بار از سمت خواست شکل بگیره.
عبدویی، سید سجاد موسوی، علی کیانیفر، خود کیانیفر موسوی رو در کنارش میبینه. سید سجاد موسوی در محوطه جریمه، رضایی، خود رضایی کماکان به پیشروی شده در محوطه جریمه. پنالتی یا نه؟ باز به پنالتی نداره داور مسابقه. پشت محوطه جریمه احمدی، این ضربه بی هدف. انگار همه چی دست به دست هم داده تا نفت امروز نتونه نتیجه بگیره. فریادهای کادر فنی و بازیکنان و مربی تیم نفت مسجد، صحنه‌ای که جراح نقش برزمین شد در محوطه جریمه. سینا بختیاری نسب، سعیداوی، علی کیانیفر، تقریبا یک ماهی مصدوم بود علی کیانیفر. یه پاس بلند به محوطه جریمه برای رضایی، پشت به دروازه است. خود به دوباره یار در محوطه جریمه میچرخه، عبدویی ضربه رو هم میزنه و توپ اونجا باز هم دور میشه. کرنر از سمت راست برای نفتی ها به دست میاد. 73مین دقیقه مسابقه. احمدیان زاده موسوی میکاره برای کیانیفر، باز هم تاسی برای احمدیان زاده، خود ارسال بکنه. کیانیفر رو برای پاس انتخاب میکنه، تو سر توپ میزنه کیانیفر. احمدیان زاده، عبدویی، خود شد عبدویی و باز هم کرنر. کرنر بر تیم فوتبال نفت مفر، ضربه کرنر رو خواهد زد. یه ارسال به روی دروازه، موقعیت دروازه بیرون میاد، توپ سرگردونه. محمد رضا خدری نفت رو ببینه به بازی برمیگردونه. نفت مسجد سلیمان 1، داماش گیلان 2. شور اشتیاق در ورزشگاه به نام محمدی شهر مسجد سلیمان. نفت کماکان میخواد مدعی صعود باشه به لیگ برتر فوتبال کشورمون. یه نفس راحتی هم میکشه آقای اشکش و کادر فنی و هواداران نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه به نام محمدی. محمد رضا خدری دروازه رو باز میکنه. در 73مین دقیقه مسابقه خدری دروازه رو باز میکنه. تعویض دیگه ای برای تیم فوتبال داماه. میرهادی میرجوان، او هم سابقه بازی در تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان رو مشتبه بیشن مسابقه بیرون میره و جای خودش رو به میرهادی میرجوان میده. چهار بازی تا پایان رقابت‌های لیگ آزادگان باقی مونده. یه بار دیگه آبی پوشان آب توپ هستن. بلال میرزا علی، سعیداوی اونجا حاضر هست و پوشش میده. توپ هم در اختیار نسب قرار میده. محمد رضا خدری، علی جراح، نبیزاده عالی کار میکنه. خدری یه بار دیگه محمد رضا خدری میفرسته به روی دروازه عبدویی و تو اونجا از دست میره و داور مسابقه رو اعلام میکنه. نفت مسجد سلیمان 1، داماش گیلان 2. سعید ابراهیم پور بلند میفرسته توپ رو. خطای میرهادی میرجوان رو آقای همرنگ اعلام میکنه. علی کیانیفر
جراح نبیزاده با پای چپ یه ارسال به روی دروازه، موقعیت برای نفت مسجد سلیمان. نفت روی دروازه تاماش. علی کیانیفر محمد رضا خضری، باز هم کیانیفر. یه ارسال به روی دروازه برای گل دوم و اونجا توپ دور میشه به وسیله سعید دلاور. میرهادی میرجوان توپ رو گرفته و پوشش لازم رو جراح میده. فوق العاده است انصافا این علی جراح، عالی. جراح کماکان به پیشرویش ادامه میده و داور دست به جیب میشه. دست به جیب میشه و یه کارت زرد رو به بازیکن داماش نشون میده. علی کیانیفر پشت توپه. هوادارانی که بعد از گل این تیم رو تشویق کردن و از همون ابتدای مسابقه هم همینطور بوده، میفرسته به روی دروازه، تو برگشت داده میشه. سید سجاد موسوی اعلام میشه. میرزا علی بلند، سعیداوی توپ رو با سر در اختیار بختیاری نسب قرار میده، سری هم میکنه. محمد رضا خضری توپشو میگیره. کمیل حیدری بازیکن که نیمه دوم به زمین مسابقه اومد. گودرزی هم تا دقایق دیگه برای نفت وارد زمین مسابقه خواهد شد. رستم، سعید دلاور، کمیل حیدری میاره به مرکز دفاعی با حسین خیری. توپ از کنار دروازه سینا بختیاری نسب وارد زمین باید آغاز بشه. اینور هم علی جراح از زمین مسابقه بیرون میره و جای خودش رو به داری میده. بسیار با انگیزه بختیاری یه پاس بلند به محوطه جریمه، ضربه سر اول رو دلاور میزنه. سید سجاد موسوی خطا برای موسوی رو داور اعلام میکنه، خطایی که کمیل حیدری انجام داد. 70 دقیقه رو هم پشت سر گذاشتیم. نبیزاده پشت توپه با پای چپ یه ارسال خوب به روی دروازه، توپ رو برگشت میدن و از اون سمت به بیرون میره. پرتاب برای نفت از سمت چپ و راست توپ رو دارن میفرستن دروازه. محمد رضا خضری، رضا رضایی، یه ارسال دیگه به روی دروازه، موقعیت برای نفت مسجد سلیمان. موج بعدی از سمت چپ به وسیله کیانیفر میخواد شک بگیره. سید سجاد موسوی با پای چپ پر قدرت میزنه، توپ بلوکه میشه. یه بار دیگه در محوطه جریمه، این بار کیانیفر توپ رو پشت محوطه در اختیار داره. محمد رضا خضری در سمت چپ یه ارسال به روی دروازه، موقعیت برگشت شده میشه. احمد یازاده گارد شوت زدن، تیرک افقی دروازه رو به لرزه در میاره. چه شوت زاده با نوک انگشتان سعید ابراهیم پور و تیرک افق دروازه به بیرون رفت. کماکان
دو نفت مسجد سلیمان 1. سعید ابراهیم باید کار آغاز بکنه. ضربش به میانه میدان فرود میاد. سعیداوی ضربی سر رو محمدیان زاده داری در مرکز میدان. محسن انبساطی خطا بر روی احمدی رو داور اعلام کرده. یک کارت هم به میرهادی میرجوان نشون میده. او کاملا نه با استادیوم محمدی. سید سجاد موسوی، محمد رضا خضری در سمت چپ، نبیزاده، بازم خضری، یه ارسال به روی دروازه. یه لحظه بازیکن نفت روی زمین افتاد در محوطه جریمه. موقعیت و ببین نظر داور چیه. برای این صحنه ها رو میسپاریم به کارشناسان امر داوری که حتما قضاوت خواهند کرد. خیلی آیه ابراهیم اشکش دو صحنه مشکوک رو برای تیم نه اتفاق افتاد. دامه که خودش هم آیه انصار نژاد صحبت میکنه. خب یه کارت زرد هم آیه یاسر همرنگ قاضی میدان از استان تهران. هشتاد و سومین دقیقه خضری توپ رو میفرسته به محوطه جریمه. موقعیت برای نفتی ها در محوطه. امید حیدری توپ رو میگیره. یه بار دیگه اونجا سعید ابراهیم پور توپ رو در آغوش میگیره. داور کارت زرد به کمید حیدری نشون میده. همرنگ کماکان داره با بازیکنان تیم دماش صحبت میکنه. یه موقع رضا پشت توپ قرار گرفته. بازیکنی که 18 گل رو تو این فصل به ثمر رسوند برای نفت مسجد سلیمان. نبیزاده هم هست. خود رضایی داور دستور ضربه رو صادر نکرد. یک کارت زرد دیگه به کمیل حیدری نشون میده و اخراج میکنه او رو. بازیکنی که نیمه دوم به زمین مسابقه اومد به وسیله آقای یاسر زمین مسابقه اخراج میشه. بازیکن اهل شهرستان شوش که در نیمه دوم وارد زمین مسابقه شد دومین کارت زرد خودش رو میگیره و از زمین مسابقه اخراج میشه. علی کیانی ببینیم ورق بر میگرده برای فوتبال نفت یا خیر. رضایی پشت توپ دیوار 4 نفره تیم داماش گیلان در مقابل این توپ. باز هم یا سمت داور چهارم آقای همرنگ. ببینیم کارت زرد نشون بده به مهدوی که از مربیان تیم فوتبال کارت زرد میگیره از قاضی میدان. کارت زرد دوم و اخراج میکنه مهدوی رو. کماکان هم معترض هست هم مهدوی هم کمیل حیدری. آیا همرنگ با علی نظر محمدی یک موقعیت بسیار مناسب و ایدئال
برای نفت مسجد سلیمان در 86مین دقیقه مسابقه. خود رضایی پر قدرت میزنه تو به دیوار دفاعی اصابت میکنه. سید سجاد موسوی و اونجا توپ گره خورده که دور میشه. یه بار دیگه محمد رضا خضری با پای چپ کوتاه و زمینی به روی دروازه توپ رو بیرون میفرستن بازیکنان داماش گیلان. داماش هم احساس ناراحتی میکنه. امیدواریم که مقصی نداشته باشه. ببینیم. خب بلند میشه خوشبختانه بازیکن داماش. سجاد قلی بگلی هست که روی زمین هست. به بازی هم بر میگرده. رضا خضری پرتاب رو کوتاه انجام میده. علی کیانیفر بازم خضری. خود خضری میفرسته به روی دروازه. یه جریمه. حالا توپ دور میشه. بازم سینا بختیاری نصب هم جلو. یه پاس بلند به محوطه که جریمه در محوطه. ببین نظر داور چیه. بازم ادامه اعلام میکنه. کیانیفر بازی رو باز میکنه به سمت زمین. محمد رضا خضری ارسال کوتاه. سعیداوی در محوطه که جریمه. خود سعیداوی او هم جلو اومد. نبیزاده با پای چپ یه ارسال به تیر دوم. فرصت نفتی ها و ضربه ای که احمدیان زاده میزنه و تو از کنار دروازه به بیرون میره. تیر رو که احمدیان زاده میزنه یه فریادی رو میزنه. آیه اشکشو از احماق وجودش آه میکشه. ثمر برسونن یا خیر. این هم آیه هم رنگ قاضی میدان هست. سعیداوی در مرکز خط دفاعی پس رو به عقب برای سینا بختیاری نصب. باز هم سعیداوی تیر رو میبرن به سمت راه احمدیان زاده. علی کیانیفر در مرکز میدان. کاپیتان نفت احمدیان زاده میارن به وسط. سجاد رو به جلو حرکت میکنه. یه بازیکن در کنارشه. حالا احمدیان زاده رو صاحب توپ میزنه. میاره به جایی که عبدویی هست در محوطه. باز هم ادامه مسابقه رو داور اعلام میکنه. میرهادی میرجوان توپ در اختیار آبی پوشان داماش هست. قطع ارتباط میکنه نبیساته. بختیاری خضری سید سجاد موسوی. خود موسوی نبیساته محمد رضا خضری با پای شب توپ میفرسته به روی دروازه. موقعیت برای بازیکن نفت. توپ دور کیانیفر و باز هم ادامه مسابقه. میرهادی میرجوان تک و تنها هست و پاس رو به عقب میده برای پژمان نجات. توپ به سود نفت به بیرون میره. سعیداوی علی کیانیفر پشت محوطه جریمه. سید سجاد موسوی. سعیداوی سمت راست میبره. احمدیان زاده 7 دقیقه وقت اضافه برای این مسابقه در نظر گرفته میشه. موسوی محمدی دروازه. فرصت برای نفت مسجد سلیمان. باز هم توپ رو برمیگردونن. این بار میرهادی میرجوان. سعیداوی پا به پاش حرکت. توپش هم میگیره. سعیداوی احمدیان زاده میخواد توپ رو بفرسته. نبی زاده موج بعدی در راه. یه ارسال به روی دروازه برای رضایی. ضربه سر اول رو دلاور میزنه. موسوی به کنارها میبره. یه ارسال دیگه روی دروازه. ارسالی که کسی اونجا نیست. نبی زاده کیانیفر پشت محبته یه جریمه. ضربه ای که به بازیکن داماش برخورد. سید سجاد موسوی علی کیانیفر پشت محوطه سجاد عبدویی. باز هم کیانیفر خوب هم دیگر در زمین مسابقه پیش کنن. نفت نبی کیانیفر به هر شکلی هست میخوان عبور بکنه از
بین مدافعان پرتعداد داماش سینا هم از دروازه بیرون میاد و توپ رو در اختیار محمد رضا خضری. خالیه. اگه ببینه اونجا که داور دست به جیب میشه، یک کارت زرد رو هم به احمدی نشون میده. او یکی از مربیان کادر فنی تیم داماش هم وارد زمین مسابقه میشه، مستقیم هم کارت قرمز بهش میده. آقای همرنگ چه خبر؟ علی نظر محمدی رو یکی باید بگیره. کماکان بازی 2-1 به سود داماش داره دنبال میشه. دقایق پایانی مسابقه رو براتون گزارش میکنه. بازم خطایی که بر روی میرهادی میرجوان انجام میشه. میرهادی میرجوانی که در نیم فصل دوم به جمع بازیکن داماش اضافه شد. یه پاس به کنارها و آفساید امیر محمد سیمان رو دوبار اعلام میکنه. احمدیان زاده به علی کیانیفر. باز هم احمدیان زاده یه ارسال به روی دروازه. اوه ادامه مسابقه بازم احساس کنه. آبی پوشان داماش صاحب توپ هستند در مرکز میدان. انبساطی احمدیان زاده، باز هم احمدیان زاده در رفت و برگشت توپ رو به سمت راست میبره. سجاد عبدویی، خود عبدویی توپشو خیلی راحت زدن بازیکن داماش. سجاد موسوی حرکت میکنه. میرهادی میرجوان، امیر محمد سیبان، میرهادی میرجوان در سمت چپ توپ رو گرفته. خود میرجوان کماکان به پیشرویش ادامه میده. کیانیفر در مقابلش و موفق‌تر علی کیانیفر. اگه دوستانمون علی نظر محمدی رو کنار زمین نشون بدن ممنون میشم. یه پاس از نبیزاده باشه به دروازه است. موقعیت تصاوی شیرین نفت در این مسابقه رقم میخوره. بازیکن شمالی نفت دروازه رو باز میکنه. شور و هیجان و اشتیاق در ورزشگاه شهید به نام محمدی شهر مسجد سلیمان. نفت و داماشتو، نفت مسجد سلیمان 2 داماشتو. نفت نمیخواد بازنده این مسابقه باشه. خوشحالی نیمکت نفت مسجد سلیمان و هواداران این تیم که سر از پا نمیشناسن. 19مین گل رضا رضایی به ثمر میرسه. دقایق پایانی مسابقه هست. چرا آقای ابراهیم اشکش رو در بازی میکنید؟ اینقدر فشار آوردن تا تونستن گل تساوی رو وارد دروازه داماش بکنن. نبیزاده در مرکز میدان، علی کیانیفر میرن برای گل سوم برای نفت مسجد سلیمان. سجاد عبدویی چپ یه ارسال به روی دروازه، برگشت از بازیکنان داماش. میرهادی در کنارش از احمدی. میرهادی جوان رو داور کنه. این هم هوادارانی که خوشحال و خوب هستن از این تساوی که به دست اومد. شاید کسی فکرش نمیکرد نفت با یه تساوی هم خوشحال باشه، اما بازی طوری رفت که نفت داشت شکست رو پذیرا میشد، اما این اتفاق رخ نداد و فعلا بازی 2-2 مساوی داره دنبال میشه. محمد رضا خضری، همه بازیکنان رفتن در محوطه جریمه داماش. ارسال به روی دروازه، نبیزاده
فرصت برای نفتی ها در محوطه جریمه و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. اوج حساسیت در رقابت‌های لیگ آزادگان رو در هفته سیوم، یعنی که از حساس ترین و هیجان انگیزترین بازی‌های این هفته لیگ آزادگان رو اینها مسجد سلیمان بازی می‌کنید. سید ابراهیم پور هم احساس ناراحتی میکنه. کادر پزشکی تیم داماش وارد زمین میشه تا مداوا روی ابراهیم پور انجام بشه. این هم آقای علی نظر محمدی، سرمربی 45 سالی تیم داماش گیلان. من همزمان را هم خدمتتون عرض بکنم که در هفته سیوم رقابت‌های لیگ آزادگان در شهرهای مختلف کشورمون چه نتایجی به دست اومده. فجر سپاسی شیراز 1-0 شهرراز شیراز رو شکست داد. چهره آقای حسنوند مدیر رسانه نفت مسجد سلیمان رو یه لحظه ملاحظه کردید و آقای غریبی در مرکز میدان توپ میاد خط دفاعی نفتی که سعیداوی حضور داره. پارس جنوبی جمع 2-0 از نفتگاز گشتاران پیش هست. چادر ملوی اردکان هم 1-0 خوشه تلهی رو از پیش رو برداشته. سوت پایان مسابقه تقسیم امتیازات دو تیم داماش گیلان و نفت مسجد سلیمان در هفته سیوم رقابت‌های لیگ آزاد. امیدواریم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. با همه شما خوبان خداحافظی میکنم. فرصت در اختیار همکاران خوب پخش قرار میدم. خداوند یار نگهدار همه شما باشه. خب دوستان، دیدید خودتون بهتر از من بازی رو دیدید. بازی که میتونستیم ببریم با 3 امتیاز برگردیم رشت، مساوی شد. هرچند که اگر قبل از این بازی میگفتن که از این بازی 1 امتیاز به دست میاریم، احتمالاً از نظرمون نتیجه خوبی بود. جا داره خسته نباشید بگیم به بازیکنامون، کادر فنیمون. میدونم خیلی حس بدیه که 20 دقیقه اول 2 تا گل بزنی، بعد در 20 دقیقه آخر بازی 2 تا گل بخوری. میدونم خیلی حس بدیه، ولی به هر حال با توجه به شرایط جدولی، شرایط تیم مسجد سلیمان، 1 امتیاز هم به نظرم دستاورد بدی نیست. باید توجه داشته باشیم که این دومین امتیازیه که ما تازه تونستیم از بازی خارج از خونه به دست بیاریم. یعنی تا پیش از این 1 امتیاز فقط از بازی خارج از خونه داشتیم. مرسی بچه‌هامون، خسته نباشید. میگم یه ذره واقعا توی ذوقمون خورد، قطعا راضی نیستیم، ولی منطقی اگر نگاه کنیم همچین نتیجه بدی هم شاید نبود. چه بسا که شاید اگر این گل دوم رو زودتر می‌خوردیم وضعیتمون خیلی بدتر می‌شد و حتی شاید گل سوم هم می‌خوردیم با این بازی که داشتیم می‌کردیم. مصطفی نوشته حیدری چرا اخراج شد؟ 2 تا کارت زرد گرفت، توی نیمه دوم اومده بود. حالا یه سری دوستان یه سری بد بیراه و اینا تو کامنت ها نوشتن که اونا رو خب من طبیعتا نمیخونم. جا داره که حالا قبل از اینکه در مورد بازی بخوایم صحبت کنیم تشکر کنم از این 1436 نفری که در طول این بازی با ما بودن، 96 نفری که همین الان آنلاین هستن. یکی از دوستان محمد خسروزاده نوشته آقا خوبه به خدا. منم موافقم. نتیجه برای این تیم قابل قبول، برای این تیمی که اینقدر بد بودیم در نیم فصل اول و دوم، نتیجه قابل قبولیه انصافا. یکی از دوستانش این تیم پرسپولیس و استقلال رو میزد، بله، ولی اون تیمی که میزد با این تیمی که الان هست خب فاصله زیادی داره واقعا از نظر بازیکن و ساختار باشگاهی و همه چیز.
حامد نوشته که اماد رفت تا نزدیک نیمه‌شون و توپ رو بهشون تقدیم کرد. آره موافقم، یعنی یه پاس درست اگر میداد شاید حتی به گل سوم هم میرسیدیم. جدول به زودی توی سایت وارش اسپورت قرار میگیره. حتما آدرس سایت وارش اسپورت رو که دارید، ولی از چند دقیقه آینده میتونید وارد این آدرس بشید. آدرسی که اینجا براتون تایپ کردم varishsport.com، میتونید جدول رو ببینید. جدول هنوز آپدیت نیست. این نکته رو هم توجه کنید که جدول درست جدولیه که توی وارش اسپورت منتشر شده. بعضی سایت ها از جمله ورزش 3 جدولشون درست نیست و حتما عکسی از جدول رو توی اینستاگرام هم میذاریم. ضد حال بدی خوردیم دیگه، ضد حال بود خودش، ولی بازم میگم منطقی رو کاغذ نگاه کنیم نتیجه اوکیه. سالار نوشته اگر مهاجم اون تجربه داشت و توپ رو میبرد گوشه زمین گل آخر رو نمیخوردیم. حامد فکر کنم 13 و 14 جدول رو اشتباه میکنی، اگر اشتباه نکنم پایین تریم، ولی حالا به زودی جدول توی وارش اسپورت قرار میگیره، همونجا میتونیم ببینیم. حیف که پیروزی به دست نیومد دیگه، حیف واقعا. جدول حتما آپدیت میشه و نتیجهش رو خواهیم دید دیگه به هر حال به زودی. حیف واقعا. یه بازی پارس جنوبی جمع با نفت و گاز گشتارا مونده که اون فعلا 2-0. اون بازی به پایان برسه ما جدول آپدیت شده رو عکسش رو هم تو اینستاگرام میذاریم. من دارم اگه صحبتی نمی‌کنم دارم کامنت های شما رو میخونم. دوستان بازی بعدیمون با مس سنگون پنجشنبه 27 اردیبهشت ساعت 5:30 توی ورزشگاه عزادی. داماش گیلان مس سنگون پنجشنبه 27 اردیبهشت ساعت 5:30 ورزشگاه عزادی که مس سنگون هم البته حالا تیم نسبتا خوبیه، هشتم جدول با امتیازی نزدیک به تیم مثلا پنجم جدول. حتی یعنی تیم خوبیه، همچین بازی آسونی نداریم. باید تمام به هر حال تلاشمون رو بکنیم که تو اون بازی 3 امتیاز رو بگیریم، هرچند که بازی سختیه. قربانت معین جان. بازم میگم یه خورده زدار خوردیم. همینطور تشکر میکنم محمد جان. فقط میگم جای افسوس داره دیگه. من کامنت های شما هم دارم میخونم، فقط دارم افسوس میخورم. دمتون گرم این 1499 نفری که تا این لحظه لایو با ما بودید. لطفا این ویدیو که ذخیره شد زیر خود ویدیو هم کامنت بذارید، چون این ویدیوهایی که توی لایو، این کامنت هایی که توی لایو در واقع میذارید زیر پست نشون داده نمیشه. حتما برامون کامنت بذارید، حالا چه زیر این ویدیو چه زیر بقیه ویدیوها. دمتون گرم. اگر دوستانی دارید که داماشی و رشتی و گیلانی هستن و با کانال ما آشنایی ندارن، لینک کانالمون رو براشون بفرستید که اونا ما رو سابسکرایب کنن. به هر حال بین دو نیمه بهتون گفتم امروز سال روز در واقع تأسیس کانال یوتیوب وارش اسپورت هم بود. متاسفانه نشد که در این روز داماش ببره. امیدواریم که 1 سال آینده خیلی عملکردمون از این 1 سالی که گذشت بهتر باشه، برنامه‌های بهتری بتونیم بسازیم
البته داماش هم خودش در شرایط خوبی باشه که باعث بشه که برنامه‌های ما جذاب‌تر بشه. دوستانم همینطوری دارن کامنت میذارن توی لایو، من دلم نمیاد لایو رو ببندم. دوستان یه زحمتی بکشید، همین کامنت هایی که دارید میذارید و الان من لایو رو استاپ میکنم، بیاین توی سربرگ لایو همین کانال، همونجا تو بخش کامنت ها نظراتتون رو بذارید. دیگه مجبورم که این لایو رو ببندم که بریم بقیه مطالب رو آپلود کنیم. دمتون گرم. فعلا.